ترکمن صحرا، فارس، ترکمن فرقی نداره. ببینید هر ساله دارید میبینید در مراسم اصلی همایش مختومقلیشان میان ساز، حالا به قول ترکمنا قاجاق، دوتار، همه چی دارن میزنن. خب زن و مرد در واقع کنار هم، زنا اینجا نشستن، مردا اینجا نشستن، زن داره دوتار میزنه، مرد داره شعر میخونه در مراسم. خب بعد این که یک طلبه بیاد، طلبه‌ای که از همون شهرستانه، بیاد برای درخواست و اینکه بخواد ابراز درد منطقه خودشو بکنه، بیاد بخواد یه شعری بگه و مسئولین شهرستانش هم راضی باشن، از مرکز استان بهش اجازه ندن، چه معنی میده؟ یه نفر اینو توضیح بده. چرا شما به چه حقی، به چه اجازه‌ای میایید این کارو میکنید؟ آقا همایش مال کجاست؟ شما الان اجازه میدید ما در همایش مرکز استان بیایم دخالت کنیم که شما میایید دخالت میکنید؟ آقا نمیگیم دخالت نکنید، نظارت نکنید، نظارت بکنید. اما خب وقتی من دارم بعد از سالها یک طلبه اومده بیاد یه همچین کاری بکنه، بخواد آقا یه شعر بخونه، در قالب شعر درد و مشکلات اصلی اون منطقه رو از لحاظ دینی بیاد ابراز کنه، که اون چند تا مسئولی که اونجا نشستن بلکم چون دارن در جنب این حرفا رو میشنوه بگه آقا باشه ما حلش میکنیم. و الله که وقت نمیدن به ما، متوجهید؟ الله که اصلا مشکلات قرابالقا کسی گوش نمیده، براش مهم نیست متاسفانه. 6 سال دارم میدونم با سند پشت حرفم هستم. میدونی حضرت آقا اومد گفت آقا بیایید کارا رو از اینا بگیرید، از افرادی که میان اینطور رفتارا رو میکنن حضرت آقا اشاره کرد، گفت جوونا بیایید کارا رو از اینا بگیرید. منظورشون شما بودید. شعر گوش بدید برای این دوستان گفتم. میگه آمدی از دل گرگان و ندیدی مرا، نه صدای مرا خواستی نه امیدی مرا. من جوانم ولی ریشه ام از این خاک پاک، چند تالیف نوشتم تو بریدی مرا. سالی یک بار تریبون من است این همایش، آن هم امسال گرفتی و ندیدی مرا. 2 نفر را تو از آن سوی فلک آوردی، لیک در زادگاه هم باز کشیدی مرا. مردم این خطه بر دوش کشیدند تو را، تو چرا این همه از ریشه بریدی مرا. خواستم شعر بخوانم ز غم مدرسه ام، گفتم از درد ولی باز شنیدی مرا. گفتم از گنبد تاریخ که افتاده ز پا، گفتم از آه زمین باز رمیدی مرا. به که گویم که دل تنگ شد، دلم تنگ شد از بی‌عدلی، که نگفتی نه ولی سخت کشیدی مرا. ای اداره کل فرهنگی گلستان، ای اداره کل فرهنگ گلستان، بگو از چه رو، از چه سبب زود بریدی مرا. اگر قلم داشتی و مهر به مردم می داشت، به خدا مثل قلم راست خمیدی مرا. اگر خطا بود بگو تا بنویسم دگر، لیک این ظلم مگو از که شنیدی مرا. من اگر شعر نگفتم که بگوید سخن، تو چرا بر در اندیشه کلیدی مرا. آقا در شهرستان مراوتپه یه جوان که صاحب تألیفاته نتونه بخواد بیاد یه 2 تا شعر بگه، اونم برای ابراز مشکلات منطقهش، کی باید بگه؟ دوستان همونطور که خودتون الان شعر رو شنیدید، این در مورد چیه؟ برای چیه؟ نقد به چیه؟ نقد به این که بنده حقیر، اصلا بنده گناهکار، بنده در واقع سرتاپا تقصیر، خواستم برای این که چون نتونستم تا الان مشکلی که حوزه علمی کریمیشان داره رو به گوش مثلا استاندار برسونم، هر چقدر خواستم وقت بگیرم نذاشتن با نفوذ، از خواستم برم پیش حاج آقای نور باز نذاشتن، هر کاری کردم خواستم برم درد این مدرسه رو برسونم، اول گفتن برو امضای شوراهاتو بگیر، دهیارتو بگیر، مردم تو بگیر، مردم روستاتو که آیا تایید میکنن اون کسی که تو میخوای اون مدیر بذاری. رفتم گرفتم آوردم، هر کاری خواستن کردم، هر کاری، مستند، پیام آماده، هر چی گفتن انجام دادم. آخرام گفتن آقا ما شما رو نمیتونیم در حوزه ارتباط بدیم. چرا؟ چون شما آخوند نیست. گفتم آقا من اصلا آخوند نیستم، فعلا آخوندیمو نگرفتم. اون کسی که آخونده 30 سال سابقه در واقع مدیریت داره در حوزه علمیه،
20 سال به حوزه علمی کریمیشا خدمت کرده، 10 سال حوزه علمیه‌ای که حالا اسم نمیخوام بیارم، یکی از بزرگترین علمای عالم، هم یک عالم اصولی و کلامی در شهر فراغی، به مدیر مالی حوزه ایشون بوده. گفتم بیت ایشونو بذارید. هیچ بهانه‌ای نیست که ایشون نخوام بذارم. فقط اعمال نفوذ کردن که جلوشو بگیرن. من سر تا پا تقصیر خواستم اینو بیام در جشن مختوم مولیشان بیام در قالب یک شعر که هم مختوم مولیشان رو درش توصیف کنم و بعد در واقع مدرسه کریمیشان رو در این ارائه بدم. خب خیر سرم بودم یه شعر خوب گفتم، شعری که خود مسئولین استانی میگن آفرین چه شعر خوبی، اصلا ما نمیدونیم شما انقدر شعر خوب شعر میگی. خب حالا میگن نه از مرکز استان اجازه نمیدن. معلومه مرکز استان اجازه نمیده، اون میخواد کسی که مدحشو میکنه فقط اصلا از درد نمیگه، میگه همه چی گل و بلبله، همه چی خوبه، ما چقدر خوشبختیم، از این حرفا بزن. چرا اجازه نمیدید ما بیایم اینو بگیم؟ ببینید دوستان، مردم ترکمن صحرا، من دارم الان فارسی حرف میزنم که اون مسئولی که بشنوه، انقدر خودشون رو بالا میگیرن. من وقتی میرفتم پیگیری کنم این مسئله رو تمسخر میکردن، به خدا یا احد واحد پیامشون رو دارم، مسخرم میکردن. میرفتم پیش این عالم میگفتم آقا بیایید به این اون عالمای بنده خدا، علمای بزرگ، مثلا استاد اونق، استاد مثلا فلان، استاد اونق من کم آدمیه، زنگ میزد به این بنده خدا، من میگفتن آقا اینقدر مردم اذیت نکن، اینقدر اذیتشون نکن، اونام کار و زندگی دارن، تو چرا هی داری میری پیش این عالم همه چی دست خودمه، من نخوام نمیشه. اینطوری تمسخرم میکردن. خواستم در این جشن اینو بگم. تا همین الان بنده داشتم یک سره دنبال این کارهای حوزه بودم، هر کاری دستم بر اومد انجام دادم، هر کاری. اما همیشه گفتم آقا یه اتفاقی میفته، مسئولی میاد، بگید ما بریم درد این مدرسه رو بگیم. اما هیچ به هیچ. همشون هم میگن آقا دست فلانیه، به اون پیش فلانی هم میری، میگه به هر چیزی رسیدگی میکنه، میره هیئت تشکیل میده برای اینکه داخل یک روستایی، داخل اون روستا مثلا میخوان یک در واقع سالن ورزشگاه بزنن، با یه مسجدی مشکل دارن، با اون مسجد به خاطر اینکه مشکل رو حل کنه هیئت ویژه تشکیل میده، میره مشکل اون در واقع مسئله‌ای که یک هفته پیش به وجود اومده رو درست میکنه، در عرض یک هفته کلا مجموعاً 2 هفته کلا ماجرا رو تموم میکنه. اما مدرسه‌ای مثل مدرسه حضرت سید قلویشان که هم در واقع شناسنامه تمدنی و فرهنگی یک قومه و هم موجب مباهات و در واقع افتخار یک قومه، به جای اینکه بیایید به اون این نمیگم مورس نکنید، باید بکنید، وظیفه دارید، شغلتونه، اما چرا این نه؟ چرا مدرسه کریمیشان نه؟ چرا اجازه نید؟ مردم روستا کریمیشان گفتن چی میخوان، من برای شما آوردم، گفتم اگر میخواهید بنده امضای حداقل 10 تا از روستاهای اطراف کریمیشان براتون میارم، امضای شورای هیئت 10 تا از روستاهای اطرافو. اما اهمیت ندادن. کسی که مسئوله مسخره میکرد، به خدا گفتم، همین الان گفتم بهتون، مسخره میکرد، به باد تمسخر گرفته بود، قول میداد، میگفت انجام میدم، کو انجام ندیدم، انجام میگفت باش آقا شما هر چی بگید انجام میدیم، شما اصلا ما شما رو بدون انتخاب فلان میذاریم. گفت کو بذارید؟ گفتم آقا چی شد حالا چرا نمیذارید؟ میگفت فلانی اومده داد زده. آقا یعنی من نمیفهم یعنی چی اومده داد زده؟ مگه الکیه؟ حالا ما میخوایم این رو نقدش کنیم، بیایم در واقع مختوم مولیشان بگیم آقا ایها الناس، ای بزرگان، ای اهل تدبیر، اهل خرد، بیایید به داد این مدرسه برسید، چون میدونن ما میخوایم اینو بگیم، حق قوم ترکمن رو بخوایم، سری میان یقه ما رو میگیرن، میگن آقا شما چی داری میگی؟ حرف حساب چیه؟ شما نمیتونی اصلا شعرم بخونی. یعنی میخواستیم در قالب فرهنگی، مطالبه فرهنگی، مطالبه مدنی این کار رو پیش ببریم، اما اجازه ندادن. قوم ترکمن بدانید و بدانید مدرسه کریمیشان در واقع زیر بدترین دردها داره الان روزها رو میگذرونه. ازتون میخوام دعا کنید برای این مدرسه، از همتون التماس دعا.